میگویند که حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. این حدیث را از استادشان عبدالله ابن مسلمه، بعد از آن عبدالله ابن مسلمه از امام مالک و از زید ابن اسلم و از عطا ابن یسار و از عبدالله ابن عباس، 5 نفر بین امام بخاری و بین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 5 نفر است. گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اریت النار، برای من دوزخ را نشان داده شد. در کجا؟ در وقتی که نماز می‌خواندند. وقتی که نماز می‌خواندند در رو به رویشان دوزخ را الله تعالی نشان داد. ببینید، یعنی اگر یک مثال معاصر اگر بیاریم، انا همین بث مباشر، یعنی افیر مستقیم هست که خیلی که عین حال از جای ایستادگیتان یک دیگر کشور می‌بینید، همین خیل در داخل نماز بودن و پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن. بنابراین این حدیث امام بخاری حالی در کتابی نماز هم میبیارن، باب درباره با چشمش آیا انسان حق دارد که به طرف قبله نگاه کنه در وقت نماز؟ بله، بعضی ها سخت میگیرن که باید فقط سجدگاه نگاه کنی، لیکن امام بخاری یک چند حدیث ها میبیارن که یعنی که روبروی نگاه کردن ممکن است، از جمله همین حدیثه. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در رو به روشون در طرف قبله دوزخ دیدن، حتی دست دراز کردن و یک پیش رفتن و یک قفا اومدن، کمتر حرکت کردن. بعد صحابه ها گفتن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدیم که در نماز کمتر حرکت کردید، چرا دیدید؟ گفتن که جنت و دوزخ را دیدم. جنت را دیدم، یک انگوری را دیدم، خواستم که یک سر از آن کنم، اگر میکندم گفتن تا روزی که دنیا هست از همان میخوردید. گفتن سبحان الله، تا روزی که دنیا هست تا قیامت از همان انگور میخوردید. گفتن بعد گفتن که دوزخ دیدم، یعنی نشان داده شد. دوزخ برایم نشان داده شد، یعنی عیناً همون حالتی که هست همان خیل. فاذا اکثر اهلها النساء، ناگاه اکثری اهل دوزخ یعنی زنها بود. اکثر یعنی از 50% زیادتر، 60%، 70%، 90%، 99% اینها چی میشد؟ اکثر میشد، زیادتر. یعنی اکثری اهل دوزخ زنها بود. گفتم یکفرن، زنهای کافر بودن، زنهای بودن که کفر میورزیدن. گفتم قیل یکفرن بالله، بعد گفته شد که یا رسول الله اون زنها به الله تعالی کافر بودن، یعنی زنهای کافره بودن. قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، اونها به شوهرهاشون کافر بودن و به نیکی ها کافر بودن. به نیکی کافر بودن یعنی نیکی های شوهر کفر میکردن، به معنی انکار میکردن، ستر میکردن، بالاشو میپوشیدن، نادیده میگرفتن. ببینید آیا به الله تعالی کافر بودن اون زنها یا رسول الله؟ گفتن که نه، آنها به شوهرهایشون کافر بودن، به نیکی های شوهرها کافر بودن. لو احسنت الی احداهن الدهر، سپس تفسیر کردم اگر به یکی از همون زنها یک زمانه نیکی کنی، ثم رأت منک شیئا، سپس از تو یک عملی را بیند، شیئا یا عمل هم نه، یک چیزی را بیند که به طبیعتش، به خواهشش، به اشتهاش ناموافق است، تابع دلش نیست. یک کاری کردی که به زن پسند ناومد، این قدر نیکی کردی این قدر سالها، سپس یک کاری کردی که به او معقول نیست، پسند نیست، زنی دیگر گرفتی یا یک معامله کردی. قالت ما رأیت منک خیرا قط، میگوید که من در طول حیات یگان مراتب نیکی را ندیدم. از روزی که به همین خاندان آمدم من در بلا هستم، در مصیبت هستم، کاش به تو نمی رسیدم، کاش به تو خاندار نمی شدم، لعنت به آن روزی که من همراهی تو عقد کردم و نکاح کردم. همین خیلی سخنها را میگویم.
در تو من یگان مراتب نیکی را ندیدم. انا همین ها سببی یعنی که اکثریتی اهل دوزخ شدن زنها این کفر آنها به شوهر و کفر آنها به نیکی های شوهر. این کفر البته کفر نیست که آنها را از ملت اسلام بیرون کند، یعنی کافر حقیقی شوند. اگر یک زنی مسلمان واقعا شوهرش اگر برای او نیکی ها کرده باشد و نیکی های شوهرش را کافر شود، کفران نعمت کند، ناشکری کند، انکار کند که من در تو خیر را ندیدم گوید، بله این سبب دوزخ در آمدنش هست. بنابراین حتی امام نووی رحمت الله علیه گفتند که یدل علی انهما من الکبائر. این حدیث دلالت میکند که به شوهر کافر شدن و نیکی های او را انکار کردن یدل علی انهما من الکبائر. این دو گناه از جمله کبائر است، گناه کبیره است. گناه کبیره از گناه صغیره چه فرق میکنه؟ به گناه کبیره یعنی یگان وعده دوزخ آمدگی است یا لعنت آمدگی هست از جانب شارع، از جانب الله تعالی یا از جانب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت آمدگی است، یا اینکه به دوزخ وعید شده است، یا دیگر ضوابط خود را دارد. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که گفتند که آنها اکثر اهل دوزخ بودند و سببش هم یعنی کفران شوهر بود و کفران ناشکری به نعمتی به نیکی های شوهر کی بود، اینها واقعا دو گناه هست. هم نیکی انکاری نیکی های مطلق شوهر و هم ناشکری به نعمت های شوهر، به نیکی های شوهر. کفران العشیر خود شوهر به ناشکری کردن، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، احسانش به نیکی هاش نادیده می گرفتن. و بعض علما رحمت الله علیه در همین جا گفتن که و خص کفران العشیر من بین انواع الذنوب لدقیقة بدیعة و هی قوله صلی الله علیه و سلم لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای چه از دیگر گناه ها، از بین دیگر گناه ها گناه کفران العشیر را آوردن، کافر شدن به شوهر، کافر شدن به نیکی های شوهر را در اینجا گفتن. میگن که یک در اینجا نازکی بدیع هست. بدیع یعنی عجیب، بدیع سابقه ندارد، بسیار یک سخنی یعنی با نازک و بدیع. قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که من گفتم اگر یگان کس حق می داشتم که امر کنم که به کسی دیگر سجده کند غیر الله، به غیر الله سجده کردن این کفر است، شرک است. اگر اجازت می شد من امر می کردم که زنها به شوهرهاشون سجده کند. ببینید در اینجا فقرن حق الزوج علی الزوجه بحق الله، حق شوهر را بر ذمه همسرش همسایه حق الله تعالی، سجده حق الله تعالی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر برای من اجازت میشد که من یگان کس به غیر سجده الله تعالی امر کنم، به غیر الله تعالی، هر آینه من امر میکردم که زنها به شوهرهاشون سجده کنند. لعظیم حقها، برای بزرگ بودن حق شوهر بر بالای زن امر میکردم، لیکن جایز نیست، اجازت نیست. اگر اجازت میشد من زنها رو امر میکردم که به شوهرهاشون سجده کند و سجده حق الله تعالی است. ببینید حق الله تعالی رو در این حدیث به حق شوهرها یعنی نزدیک کرده، مانند کرده. و در حدیث بخاری، در حدیث باب ما، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه آنها کافر هستند. بعد میگه کافری به الله هستند، نه کافری به شوهر هستند. ببینید به شوهرها کافر هستند، نه به الله تعالی گفتند. واقعا این حدیث دلالت به گناه عظیم بودن انکار کردن نیکی یک انسان میکند. نه فقط یعنی شوهر، دیگر پدر و مادر، مثلا پدر و مادر واقعا برای فرزند نیکی های زیاد کرده است. اگر فرزند نیکی های پدر و مادر را انکار کند، این هم گناه کبیره هست. انکار نعمت، انکار نیکی یک بنده، این گناه کبیره هست. و اینجا مراد مصنف از ذکرش این است که یعنی بعضی کفرهای هست که
شریعت آن عمل را کفر نامیده است، لیکن به اجرای آن عمل انسان کافر نمی شود. اینها کفر دون الکفر است گفتند. اینها یک کفرهایی هست که از ملت اسلام شخص مسلمان را بیرون نمی برارد گفته. این دلیل را آوردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث گفتند که آن زنها به شوهرهایشان و به نیکی‌های شوهرهایشان کافر شدند گفته با آنها سخن کفر را اطلاق کردند، ولی مرادشان این نبود که آنها زنهای کافر به الله تعالی نبودند، یعنی مسلمان بودند و یا اینکه غیر مسلمان باشند هم خلاصه غالبا این صفت در زنهای هم مسلمان و هم غیر مسلمان هست، انکار نیکی‌های شوهر. بنابراین این سبب می شود که آنها وارد دوزخ می گردند. خلاصه این حدیث را امام بخاری در کتاب ایمان با آن خاطر آوردند که یعنی نه همه عملهایی که شریعت آن را کفر خوانده است و این کفری باشد که از ملت اسلام بنده مسلمان بیرون برآورد. والله اعلم.